نگه شان شهباز بگه چو کدی؟ ماشاءالله همونطور که یک شاگردم اگه امروز اجده داریم اکید باید نشانش نمیتونیم باید لکمیر حضرت چیست در چی میتونیم اینترسه؟ اینترسه باید یکی نشانش بتونیم که کدام ری پیرخو باز کدام مردم خستان بشه که یک کسی دیگه انشاءالله تعالی با سوی رای هر گشت با سوی حتی ذکر نکردم شکر حتی میگه خریستیان گفتن در کنست که مسلمان شا کاروچی تویس مسلمان شا میگه با مسلمانی برگرد حتی خریستیان میگه با مسلمانی برگرد حتی کافر یعنی با خاطر که هر یک انسان که تولد میشوه هر طفل اول طفل ما طفل پچینیت کرده که خدشه با خداوند حضرت ببینم هر کسی که ازدواج سکه که تسلیم به الله های او که مسلمان یعنی که هر یک طفل مسلمان تولد میشه و بعدا جدا میشه با همین خاطر در کار نیست یک خریشمه را میگه که الحمدلله ما مسلمانه ما میگه تو اسلام قبول کردی یا تو یا مسلمان شدی مسلمان شدی میگن پس تو تیولی بکوی تا تاش حضرت وقتا دیدن چیز ما کیف میکنیم یا خیلیش یک گپای مینویسه خیلی کریشد میپره بعد پرس اینستاگرام شما میکنید یا صورتای را لایک موندگی که خود صورت هم ببینید استغفرالله میگید این آواز انشالله که به قربی با کی بیایه نصیب باشه این انشالله که خاک با خود یادو کسی دیگر خطی حضرت شک اگیم توان شک اگیم نه با اکنلی حضرت روزای نزدیک با یک ای رب سرای بهترین اگیم نه حضرت با دعوت میکنه خیلی بیو نام شما میگیریم بارون خیرو میکنیم بارون دعوت کردن حضرت نسکور امو خطی پرچکا میگردیم میریم با دعوت میکنه بارون خیلی ما فکر میکنم که بیروز بوار کستوی تای ما بابای بارون مطرح خطر بشه اتاق عینی پیکت عینی کاریر اتاق ما تو دکور ندارم نامم که بخبری و خیلی نجار است دویدم که باینی پولی کدا هیچ چیز نمیگم نه قدرت میگم برادر کی استایت ای بحری هم چیز استادن والله قسم دیدنی کعبه خیلی خیلی استایت از کی خیلی گیله قتی خنده در درون بازی میکنه خیلی شک ویسستانی نه نمیدونی چیکار کنی التماس در کامنتاری آدمایی که اوجن نویسن که من بری توقیب دوزی SMS تون او دلیل کن که بگم گناه نیست ما میدونم که چند کسی نیست انشالله خیره و قربی نه ایرپورت جده انشالله برادر انتظار هستیم و قربی با دیگراش کست که آمده خوش آمده برای که ما نمیدونیم که فردا چی گپ میشوه الله در قرآن میفرماید که وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت الله میفرماید که وما تدری نفس ماذا تکسب غدا شما مگر نمیدونید که فردا چیکار میکنین به چیکار مشغولین هیچ که نمیدونید که نمیگفت که میگم حاجی شهباز امروز در همین جمع باشه یکی الله موافقش گردون الله میگه که وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت و میگه شما نمیدونید که در کدام قبیله کوشه دنیا از دنیا میگذرین یک میگم پدری توجیه همین جگزش نه شندیش او دینا او مقصد که اینمو باردار نمیدونید که همینجا میگذره نه که به خانه خدا زیارت اومد و کعبه که الله سبحانه و تعالی خوش به حالش که در جو مکان مقدس ای دنیا گذشت یعنی هیچ که نمیدونید همین دو وقت خداوند اکشم حضرت زنده و صبح سلامت خونه و برام چیکار تا و چند با امید خوجی بچه‌شون نبینن وقت دو دیگه کم تر همین 3 سال بعد بودکور از هم خیلی خیلی ندیرو را ببینیم حضرت ما بیایم همین جدا بمونیم یودا ان شاء الله که حالی همون آدمایی که در اینجا جان دادن والله قسم برکین در بین 4 میلیون آدم ایدا جنازتی بله انا لله و انا الیه راجعون سلام پیریداد و بشم بیاین بعد ختم ببینین ریال نه چیز چورا حیات زندگی را بعد احساس میکنین ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.